جشن فارغ التحصیلی 2015-2016 خوش آمدید. امروز اینجا جمع شده ایم تا جوانان پلیسی که برای خدمت کشورمان در این آکادمی پرورش یافتند سوگند وفاداری یاد کنند. از اینکه با اشتیاق تمام در این مراسم حضور به هم رسانده اید از همه شما سپاسگزاریم. ایلا کجاست؟ میتونی ببینیش؟ نه متاسفانه. اگه نگفته بودی خبردار نمیشدم. نمیفهمم این بچه چرا این کارا رو میکنه. سارپ دیگه خاله فسون، هیچ کس از کارش سر در نمیاره. آخه چرا به دروغ میگه مراسم به تعویق افتاده؟ برای همه فارغ التحصیلان عزیز آرزوی موفقیت میکنم. به جای خود خبردار، به جای خود خبردار. همگی دست به روی پرچم. به نام قانون اساسی جمهوری ترکیه. به نام قانون اساسی جمهوری ترکیه. ملی دموکراتیک یک مأمور لایک دولتی. سار تو اینجا چیکار میکنی؟ مراسم شروع شده که. وظایفم در جمهوری ترکیه. با آگاهی از مسئولیت‌ها و وظایفم در جمهوری ترکیه به ناموس و شرفم قسم میخورم. به ناموس و شرفم قسم میخورم. این رفتار و کردار را از خود نشان دهم. به جان خود مبارک وطن و ملت ما باشد. رئیس یوسف! نه دست نگه دارید، دست نگه دارید، نه! خیلی جا میخوره. تو از کجا پیدات شد؟ پسرم چرا خبر ندادی میای؟ دستم سورپرایزت کنم. من که میگم اومده شکمش رو سیر کنه خاله فضول. از اینکه تو دانشکده بهش میدن اصلا سیرش نمیکنه گفته باشم. مثلا فکر کرده خیلی میدونی؟ زود باش دیگه، مشتری‌ها منتظر سفارشاشونن. کار کن. اول کار بعدش غذا. زود باش. بابا نامرزم این سفارش ما چی شد پس؟ دیوانه شدیم ما. برو بعدموری ما چی شد؟ الان میارم طاقت بیاری. این کارا مثل خبر نوشتن با کیبورد نیست خانم. خبر میکنم. مثلا خیلی کار سنگینی میکنی وقتی نبودی که این کارا رو میکرد. یعنی میگی کاری نداره؟ پس چی فکر میکنی؟ باشه بگیر. خود برو. پسرم اینا رو از دست این دختر بگیر. نه خاله فوسون ولش کن. حالا بعدم فکر میکنه که شاهکار کرده. آره بابا تو راست میگی.
چه کار خوبی کردی پسرمو آوردی پیشم. اصلا قابلی نداشت خاله فسون، فقط کافیه که تو خوشحال باشی. پس برای خودنمایی از من استفاده کردی ها؟ دقیقاً. واقعا که رفیق تو قلبمو شکستی. بله. سارپ ایلماس؟ بله. من یوسف کایا هستم. فوراً بیا ستاد فرماندهی باد کار دارم. اطاعت میشه قربان. چی شده؟ والا نمیدونم، رئیس ستاد زنگ زد. چی میخواست؟ چیزی نفهمیدم، گفت فوراً بیا. ای وای، نکنه برای خودت دردسر درست کردی پسر. دختر یه بارم چه شده جدی باش. نه بابا، افاده طبق بایدم اینجوری باشه وقتی یه رئیس به یه دانشجوی افسری زنگ میزنه. ایشالله خیر باشه. معلومه که خیر خاله فسون. فارغ التحصیل شدنش از دانشکده پلیس با رتبه 1 قطعیه. الان همه دنبالشن. پسر من لایق بهتریناست، قربونش برم. دیگه تمام شد مامان جون، اجازه نمیدم اینقدر کار کنی و خسته بشی. تو دنبال تشکیل زندگی باش، من هیچ چیز دیگه ازت نمیخوام پسر گلم، هیچ. عزیزم خب دیگه باید برم ببینم چی میخوام. خداحافظ. خبر بده دلنگرون نمونی. باشه فعلا. خداحافظ. سلام سا. سلام خانم. همسایه میبینم که لبخند رو لباته. چطور نباشه، پسرم بالاخره افسر میشه. خب خدا رو شکر تو این محلم یه همچین پسری هست، برای یه ولگردای محله الگو باشه بد نیست. ممنون. گرچه باعث تعجب اون پدر همچین پسری داشته باشه. بیا تو. هیجان زده ای؟ یکم. چرا؟ فکر میکنی چی میشه؟ هیچ نظری ندارم به قربان. نظر من داری. متواضع رفتار میکنی. نفر اول دانشکده رئیس آگاهی تو رو تلفنی احضار میکنه. اگه من بودم خیلی خوشحال میشدم که کارم تضمینیه. موقعیتت خوبه مگه نه؟ البته. حاضری که با هم یه بازی کنیم سارپ ایلماس؟ من در مورد یه نفر توضیح میدم، تو بهم میگی کیه. هشت فقره قتل، زخمی کردن بیش از 20 نفر، عضو گروه تبهکاری. دارم از یکی از خاص‌ترین افراد مافیای بزرگ جلال دومان حرف میزنم. به نظر این آدم کیه سارپ؟ پدر منه، ولی هیچ ارتباطی با کارهای کثیفش ندارم. این آدم برای من وجود خارجی نداره. جدی؟ اینو میشناسید؟ جلال دومان. دقیقاً خودشه، کبابچی معروف جلال دومان. مافیایی که پدرت براش کار میکرده. پدرت به جلال خیلی وفادار بود. بعد افتادنش به زندان حتی یک کلمه هم حرف نزد، اسمشون نداد. تو هم میخوای مثل اون چی؟ منظورتون چیه؟ متوجه نشدم. بعد از پلیس شدن تو هم درست مثل پدرت از افراد جلال میشی. شما چی میگی رئیس؟ برای من نقش بازی نکن پسر. فکر کردی با بچه طرفی؟ قربان خواهش میکنم، من این اطلاعاتو پنهون نکردم. من موضوعی نیست پسر جون. دارم میگم درست تو روز روشن سعی میکنی تو تشکیلات پلیس نفوذ کنی. فکر نمیکنین دارین بی‌انصافی میکنین؟ گوش کن چی میگم پسر.
یه ضرب المثلی هست که میگه خشک و تر با هم میسوزن. من برای اینکه فکرم آسوده باشه خشک و تر و همه رو با هم میسوزونم. اخراجی. اخراجم؟ بس چرا برای گفتنش 4 سال تمام صبر کردین؟ از روز اولش به هم میگفتین. داری منو بازخواست میکنی؟ به هم میگی اخراجم، بگم به روی چشم؟ حد خودت تو بدون. فراموش نکن داری با کی صحبت میکنی. من هیچو فراموش نکردم غیر از اینکه پسری قاتلم چی کار کردم که اخراج میشم؟ صبر. بهتر آروم بگیری. آخه چرا؟ من برای هیچ کس کار نمی کنم. برای خوشخدمتی به مافیا هم اینجا نیومدم. گوره بابای جلال، من برای پلیس شدن اینجا پلیس شدم. برو دعا کن که تو دفترتم رئیس، وگرنه هیچ کس نمیتونست من از دستت نجات بداره. با این دیوونه بازیان نمیتونی پلیس بشی. این قضیه اینجا تمام نمیشه. آقا سار شبتون خوش. داداش با هم آبجو بخوریم. دمتون گرم. ولش کن بابا گرم ماموره. آره اما هم محلیمونه. خیلی پسر باحالیه. پسرم چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ رو سایلنت بود نشنیدم. میشه بازجویی بالا ادامه بدیم؟ گرسنته؟ چی کارت داشت؟ ها؟ نگران شدم. تعریف کن دیگه پسرم. یکم حرف زدیم دیگه. تو رو برای تیمش میخواد، برای همین صدات کرده. فعلا هیچی معلوم نیست.
الان برات یه سورپرایز دارم. صبر کن. بیا. بپوش ببینم اندازته یا نه. چی شده؟ چیزی ناراحتت کرده؟ چی شده پسرم؟ برای مادرت تعریف کن. چی شده؟ بگو پسرم. فارغ التحصیلی و 2 هفته عقب انداختن. به خاطر اون ناراحتی؟ آره. عزیزم ما سالها صبر کردیم. چند هفته که چیزی نیست. مامان، میدونم دوست نداری در مورد بابا حرف بزنیم، ولی میشه یکم حرف بزنیم؟ چی شد یه دفعه یاد اون افتادی؟ چرا اسم نحسشو به زبون میاری؟ به نظرت من یه آدمی مثل بابا؟ زبونتو گاز بگیر. تو مهربونی، پاکی، تو آدم خیلی خوشقلبی هستی. تو واقعا از کارهای بابا خبر نداشتی؟ خدا شاهده تا اون روز فکر میکردم راننده کامیونه. اگه میدونستی بازم میتونستی باهاش کنار بیایی؟ با یه قاتل؟ هرگز. اون همه خانواده رو داغدار کرده، نفرین شده است. چطور میتونستم باهاش کنار بیام؟ عزیزم تو مثل پدرت نیستی. هیچ وقتم مثل اون نمیشی. بیا بگیرش. بیا بابا توپو بده دیگه. تنبلی و مفخونی نداریم آقا سار. برای برنده شدن باید مبارزه کنی. زود باش. باشه حالا میبینی. بجام بیا بگیر. بابا متین ایلماز؟ بفرمایید. از دایره جنایی اومدیم. به اتهام قتل یه نفر به دستور جلال دومان بازداشتی. موضوع چیه؟ چیزی نیست. جناب سروان چرا شوهرمو بازداشت میکنین؟ اون سرش به کار و زندگیش کار خلافی نکرده. تو اینطور فکر میکنی؟ غلطی نمونده که نکرده باشه. 8 فقره قتل داشته. متین حرف بزن دیگه، چرا ساکتی؟ بگو دروغه، بگو تهمته، حرف بزن، زود باش. بابا برنج کنی. خانم این بچت نگه دار. سار آروم باش پسرم، چیزی نیست. یه اشتباهی شده. خیلی زود برمیگردم. باشه؟ اگه برنگردی چی؟ برمیگردم پسرم. تا وقتی برمیگردم مادر و برادرتو به تو میسپارم. باشه؟ ولم کنید. هنوز نمیدونیم با کی طرفیم. بعداً با پای خودتون میاین معذرت خواهی میکنید. شاید پسر یه آدم بد باشی، اما یادت نره دست تو نبود. تو هیچ وقت تقصیری نداری. اگه اون روز مجبور نمی شدیم دیگه هیچ وقت روشو نمی دیدیم. داداش میاقای موشک بازی کنی؟ نمیشه، الان چه وقت بازیه؟ تو رو خدا خواهش میکنم. فقط یه بار بازی میکنیم. باشه قول. صدا در نیادا وگرنه میفهمم کجایی. باشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 صدا در نیاد 17 پیدات میکنم 18 19 اومدم 20 میدونم کجا قایم شدی اینجایی امید امید خیلی خوب تو بردی بیا بیرون امید کجایی؟ امید بیا بیرون کجایی امید پسر عزیزم میدونم همیشه خودتو سرزنش کردی اما تو هیچ تقصیری نداری من هیچ وقت تو رو سرزنش نکردم تو رو خدا تو همین کارو با خودت نکن تقصیر من بود بابا نتونستم واسه امید باشم تو چی کار میتونستی بکنی؟ گریه نکن دیگه کاریه که شده جایی نمون که نگشته باشی پلیس هم کاری نتونست بکنه متین میشنوی؟ یه کاری بکن پسرمون امیدو پیدا کن دیوونه شدی زن؟ از اینجا چی جوری پیدا کنم؟ تو خیلی خوب میدونی منظورم چیه زنگ بزن به همون جلالی که به خاطرش افتادی زندون اون پیدا کنه از دست اون برمیاد ساکت نمون به جلال بگو پسرتو پیدا کنه بس کن دیگه جلال چشاتون رو وامی کردین نمیذاشین بچه گم بشه بابا تو رو خدا داداشمو پیدا کن تو هم مثل دخترها گریه نکن من چی کار میتونم بکنم؟ میخوای منو دیوونه کنین؟ به درک که گم شده دست از سرم بردارین گم شین خدا ذلیلت کنه متین حقت همینجا باشی بیا بریم پسرم بیا عزیزم بیا بریم خبر تازه ایه؟ تونستین پسرمو پیدا کنین؟ خانم ما اومدیم یه چیزی رو بهتون نشون بدیم چیا؟ این پیرهن رو دیروز توی ساحل پیدا کردیم مال پسر شماست؟ همیشه اینجاست تو قلبت ما هیچ وقت از دستش ندادیم وقتی موقع فارغ التحصیلی این یونیفرمو میپوشی من هر دو پسرمو با هم میبینم باشه پسرم رئیس یوسف نه دست نگه داریم نه مسلحت رو بنداز تسلیم شو دست نگه داریم شلیک نکنی مسلحت رو بنداز گفتم زار پسرم مامان اینجا چی کار میکنی برو
اسلحه‌تو بیار پایین قربونت برم. چی شده؟ مامان دخالت نکن، برو. سال چی کار میکنی؟ به خودت بیا. برید. عزیزم چرا؟ برای چی این کارو میکنی؟ این بیشرف اخراجم کرد. یه هفته مونده بود به فارغ التحصیلیم، به خاطر بابا اخراجم کرد. دیگه نمیتونم پلیس بشم. لیاقت نداشتی پلیس چی سار؟ اسلحه‌تو بذار کنار. بهت گفته بودم قضیه اینجا تموم نمیشه. تو رو خدا بدبختمون نکن. تو رو خدا زندگیمونو سیاه نکن. مامان خیلی خوب. شلیک کن. بزن دیگه. بزن. پسرم. دیگه هیچ وقت روز خوش نمیبینی. بیشرف. ببرینش. جناب سروان. باید بگی جناب رئیس. جناب رئیس. انگار نمیشه از دست شما خلاص شد، نه؟ چی میخوای؟ پسرم جوونی کرد. تو رو خدا ببخشید. همتون خونوادگی برام دردسر شدی. پدرش یه جور دردسر، پسرش یه جور، خودت هم یه جور دیگه. تو رو خدا بزرگی کنید ببخشید. خودشم از کارش خیلی پشیمونه. آره خب مطمئنم که پشیمونه. پسرت رو من اسلحه کشید خانم. اون وقت میگی جوونی کرده؟ برو به جون من دعا کن خانم، وگرنه دوستای پلیسش سوراخش میکردن. بهتون التماس میکنم ببخشیدش. تو حرف پالیت نمیشه؟ شکر کن که زنده است. دیگه چی میخوای؟ اون مثل پدرش نیست. یه بچه پاک و سر به راهه. بس کن دیگه. جلوی من آبگوره نگیر. هرچی سرتون اومده به خاطر اون جلاله. برو از اون حساب پس بگیر. زود باش. شما چه جور آدمی هستی؟ یه ذره وجدان ندارین؟ این چه طرز حرف زدن با یه خانومه؟ فقط تو رو کم داشتیم. دست از سرم بردارین. حوصلتون رو ندارم. به این راحتی ها از دست من خلاص نمیشین. آخرین باری نیست که منو میبینی. ببرشون بیرون. بیا خاله فوزو. با توجه به اینکه متهم به خواست خود اسلحه را کنار گذاشته و به طرف فرد نشانه گرفته شده شلیک نکرده، بر اساس ماده 36 قانون جزایی ترکیه تسلیم شدن با میل و رضای خود به حساب آمده و با توجه به عدم سوء سابقه متهم دادگاه ایشان را به 12 ماه زندان محکوم می نماید. پسرم آخه چرا همچی کاری کردی؟ فقط تو برام مونده بودی پسرم. اینجوری حرف نزن مامان، زمان زیادی نیست، زود تموم میشه.
ببین احمد آقای گل، اول باید گوشتی که از دندو رون گوسفند بریده میشه خوب و با دقت و خیلی هم درست حسابی پاک بشه. فهمیدی؟ بعد عرض کنم خدمتت انقدر میکوبیش تا کاملا قیمه بشه. دنبه رو نباید فراموش کنی. بعد اینکه دنبه رو به گوش اضافه کردی یه بار دیگه میکوبیش. هر کسی میتونه این کارو بکنه، کار سخت اینی که پس چی باعث میشه کبابای من با بقیه فرق داشته باشه؟ نمیدونم جلال جون، شاید شما به گوشت استراحتی چیزی میدی. نه ادویه میزنی. رازم اینه احمد آقای گل گلاب، من شخصا تا حالا هیچ حیوانی که قشنگ نوازشش نکردم و هرگز سر نبریدم. من شخصا سعی میکنم میونم با دشمنام خوب باشه، وگرنه خودشون با پای خودشون نمیان پیشم. درست این تو گوسفند چاقالوی من. به مستان جونم فدات، بفرما بابا. میدونی عاشق اینم که منو دست کم میگیرم. اینم از اوناست؟ آره، با تو رفته بودیم دیگه، کلی جلوش خم و راست شدیم. آره بابا جون، حتی بهش گفتین احمد آقا لطف کنید این کارو برای ما راه بندازین. ما تحتشم از زمین بلند نکرده. مستان تو کارتو بلدی بابا. خدا میدونه ته دلت چه فکری کردی. گفتی جلالی که همه ازش میترسن اینه؟ اینو گفتی؟ روزی که با آدمات از این در اومدی تو یادم نمیره. اگه خجالت نمیکشید انامم میذاش. آخرش براش کباب درست کردم. آدم باز حد خودشو بدونه بابا. شل بگی ببینم. خیلی صف گرفتی، شل بگیر. میخوام ازت یه کباب آدانای مشتی بزنم. خیلی خوب، فقط بذار برم، هر کاری بگی میکنم. عجله نداریم. ای لعنتی. حالا هیچ کس برای تحشی جنازه خودش دیر نکرده احمد جون. نمیتونم اینو امضا کنم. نمیتونی شرکتمو ازم بگیری. من جوونیمو پای این کار گذاشتم. کشش نده، بدهکاری پسر. من همه رو تقبل میکنم، یه پولی هم میذارم جیبت. خب فکر کن کفن کیف نداره. جلال کبابچی کجایی؟ بیا بیرون. تو اینجا بمون. منو به خاطر آوردی؟ تو زندگی منو تباه کردی. فقط پسرم مونده بود، اونم ازم گرفتی.
به خاطر تو افتاده گوشه زندون. از خدا میخوام بزرگترین داغو تو دلت بذاره ایشالله. از چی حرف میزنی زنه حسابی؟ من چه ارتباطی با پسر تو دارم؟ این مغازه رو سرت خراب شه تا بفهمی چه ارتباطی داری. متین قبلا به هم گفته بود جلال انسان بودن و فراموش کرده، مخصوصا که یه قاتل اینو گفت. خیلی قدرت داری مگه نه؟ مثل یه کوه استواری، اما خیلی چیزا برای از دست دادن داری. کبابچی من چی دارم؟ یه پسر. اگه اونم از دست بدم اون وقت آه مادریم آتیش به جونت میندازه، قدرتتو با خاک یکسان میکنه. این حرفمو فراموش نکن. یه روز به خاطر میاری به من دست بزن، دستتو بکش، ولم کنی. خوش اومده جوان. دمت گرم. پدرتو میشناختم، خیلی شبیه اونه. نمیخوام ازش بشنوم. چرا؟ چراش به خودم مربوطه. خدا بیامرز آدم خوبی بود. در ضمن اولاد نباید از پدرش کینه به دل بگیره. ببینم داداش، حوصله‌ات سر رفته؟ بیکار موندی؟ تو هم مثل پدرت عصبی هستی. از من بزرگتری، احترامت واجب. گفتی خوش اومدی، گفتم دمت گرم. حله؟ خیلی خوب بابا، خیلی خوب. اینجا خیلی معروفی. رئیس یوسف و یوسف صدا کردی. ببین عکست تو روزنامه ها چاپ شده. دمت گرم. وقتی نتونستم دخلشو بیارم دیگه افتخار کردن نداره. باید حبسمو رو بکشیم. جسارت میپرسم چرا؟ برای چی همچین کاری کردی؟ با یه رفیقی شرط بستم، گفت نمیتونی از دانشگاه اخراج بشی. منم گفتم آسونه. این رئیس بی وجدان چرا 4 سال برای اخراج کردنت از دانشگاه صبر کرده؟ باید حرف بزنیم جوان، وگرنه اینجا وقت نمیگذره. اسم من اسده، بهم ریش قرمزم میگن. یه چند ماه دیگه اینجا، اگه خواستی درد دل کنی بیا پیش خودم، خجالت نکش. یه هفته مونده بود به فارغ التحصیلی. پرونده‌مو بررسی کرده، میخواست برای خودش تیم انتخاب کنه. وقتی تو پرونده‌م میبینه پدرم با جلال دومان ارتباط داشته، گفت نمیذارم پلیس بشی. ای بی شرف. خلاصه اخراج شدن ما مونده واسه هفته آخر. سارپیلماز ملاقاتی داری؟ سلام. تو کی هستی؟ من خودم وکیل دارم.